سومین مجمع جهانی ارزش آفرینی امسال هم با موضوع از تئوری تا عمل ویژه استارتاپ های حوزه فناوری در زنجان برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و خاندان بزرگوار ایشان و سلام میکنیم به شما بینندگان عزیز و محترم. خبرهای ساعت 20 را به اتفاق همکارانم به آگاهی میرسانیم. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در سومین مجمع جهانی کارآفرینان جوان ایران در زنجان با اشاره به پتانسیل نیروی جوان جامعه بر تلاش مسئولان در به فعلیت درآمدن این پتانسیل تاکید کرد. سومین مجمع جهانی ارزش آفرینی یا همون کارآفرینی جوانان ایران امسال هم با موضوع از تئوری تا عمل ویژه استارتاپ های حوزه فناوری در زنجان که به عنوان قطب آیتی و الکترونیک برق کشور هست برگزار شد. مأموریت این برنامه ترویج و سرعت بخشیدن به کارآفرینی در بین جوانان و دانشجویان به صورت محلی و در سراسر جهانه. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در این همایش با اشاره به وجود بیش از 4 میلیون دانشجو و فارغ التحصیل در کشور گفت وجود همین جوانان موفق و کارآفرین هست که زنجان را به قطب آیتی و الکترونیک در کشور رسانده است. آستین رو باید بالا زد، اینه با هم دست در دست هم برای ساختن ایرانی آباد. اما سخنران و میهمان ویژه این مراسم دکتر بهزاد ناجی از ایرانیان موفق و با تجربه در حوزه تکنولوژی در امریکاست که برای اولین بار بعد از سالها به ایران اومده و در اینجا یعنی زنجان تجربه های خودش رو در اختیار جوانان وطنش قرار داد. اینجور همایش ها به عنوان یه جرقه‌ای برای اینکه بتونیم استعدادهای جوانان رو شناسایی بکنیم و این استعدادها شکوفا بشه نیاز هستش. کارآفرین موفق خیلی چیز سختیه، ریسک خیلی زیادی باید داشته باشه. این برنامه همه ساله توسط گروهی از دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاهی و علاقه‌مندان به کارآفرینی و با همکاری دانشگاه‌ها و با حمایت بخش دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف برگزار میشه.